امروز کلمه undertaking هست. undertaking. دقت کنید به نحوه تلفظش و اینکه از فعل undertake هست ریشهش که به معنی به عهده گرفتن یا متعهد شدن هست. حالا ببینیم معانیش چیه. 2 تا معنی داره این کلمه. معنی اول پروژه یا کار مهم و دشوار. هر فعالیت بزرگی که چالش برانگیز باشه، نیازمند برنامه ریزی باشه، کار کوچیکی نباشه، اونو بهش میگن undertaking. مثلا میگه building a hospital، ساخت یک بیمارستان is a major undertaking، یک پروژه بزرگ و چالش برانگیز هست. major همینجا میاد تأکید میکنه روی undertaking. writing a book is no small undertaking، نوشتن کتاب کار کوچیکی نیست. پس این معنی اول. معنی دوم به معنی تعهد و مسئولیت پذیرفته شده. یعنی چی؟ یعنی یه نفر رسما قبول کنه که کاری رو انجام بده، تعهد داشته باشه، مسئولیتش با اون باشه. مثلا میگه he gave an undertaking to repay the debt، اون تعهد داد که بدهی رو پرداخت بکنه. نکته دیگه کلمه debt تلفظش اینطور هستا، بی کلن خوانده نمیشه، debt هست، debt نیست. The company signed an undertaking to follow safety rules، شرکت تعهدنامه برای رعایت قوانین ایمنی امضا کرد. تعهدنامه که مشخصه، ساین امضا کرد، فالو رعایت کردن و سیفتی رولز به معنی قوانین ایمنی. و در نهایت هم نکات جالب رو داریم.